أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران گرانقدر، امروز اون نوافلی که در رمضان خیلی فضیلت داره و خیلی ثواب داره و یک فرصت طلایی برای ما هست که در رمضان او را انجام بدیم، یک تاش مختصرا بر شما میگم. اولین نفلی که در رمضان و غیر از رمضان خیلی زیاد ثواب داره، شما میفهمین کدام است؟ او نوافل تهجد است، او نماز تهجد است. و تهجدی که علما میفرماید که یعنی تهجد یعنی کلید حل تمام مشکلات. تهجد یعنی حل و یا کلید استجابت همه دعاهای ما. چند رکعت هست و کدام وقت خوانده میشه؟ مختصرا اولین کار وقتی که ما در سحری خیستیم یک وضو اگه بگیریم، بعد از او بیایم به تهجد. 8 رکعت داره و خیلی زیاد فضیلت داره. 2 رکعت خوانده میشه، نیت کردم میخوانم 2 رکعت نماز تهجد، الله اکبر، اینو مقدر کفایت میکنه. 2 رکعت باز 2 رکعت باز 2 رکعت 2 رکعت خوانده شد، خیلی خوب است. وقتی که خلاص شد، اینجا یک چیز دیگه بسیار مهم است، وی که در وقت تهجد الله متعال میگه رحمتش را یا خودش در آسمان های اول میآید و صدا میکنه آیا کدام گناهگاری هست که او دعا بکنه و من گناهش بخشش بکنم؟ آیا کدام بی اولادی هست که دعا بکنه و من برش اولاد بتم؟ آیا کسی هست که مشکلات اقتصادی داشته باشه و دعا بکنه و من مشکلات اقتصادیش حل بکنم؟ چقدر یک نماز بالا. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگه که بعد از نمازهای فرضی بهترین نماز تهجد است. این یک نفل در رمضان. دومین نفلی که در رمضان باید ما بخوانیم، میفهمین کدام نفل است؟ او را به نام نماز اشراق یادآوری میکنه. چقدر فضیلت داره، چی وقت خوانده میشه؟ فضیلتش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که یک انسان نماز صبح خواند و در جایش نشست و استغفار گفت و ذکر کرد و بعد از او آفتاب که برآمد 10 دقیقه بعد 15 دقیقه بعد 2 رکعت نماز خواند به نام نماز اشراق، الله متعال ثواب یک حج و یک عمره نصیبش میکنه. چقدر فضیلت زیاد داره. چند دقیقه ما را خواد گرفت، 2 رکعت نماز شاید 2 دقیقه ما را بگیره و ثوابش چقدر است. و این گفته های کی است؟ شخصی که در 63 سال از عمرش از او کسی دروغ نشنیده. شخصی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که پیامبر الله متعال از معراج میآید و اولین کسی که اینمی قصه معراجش تایید میکنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. شخصی که یک صحابی پیامبر صلی الله علیه وسلم با کسی یک دعوا و یک معامله یا هم یک صحبت داشت
که پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا بر حق هم بود اما اون نفر قبول نمیکرد. در اینجا او کس گفت شاهدت کی است؟ یک صحابی بود. میگه شاهد من هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی او مسئله حل شد به این صحابی گفت که چگونه تو شاهدی دادی؟ میگه من به خاطر از این شاهدی دادم که تو بر ما هیچ وقت دروغ نگفتی. تو در کار دنیوی بر ما دروغ نگفتی، در کار دینی خو هیچ وقت تو هرگز تو دروغ نگفتی. و قبل از نبوت حتی صادق و امین، به نام صادق و امین لقب داشت. سیومین نفلی که در رمضان خیلی زیاد ثواب داره او نماز چاشت یا نماز ضحی هست. چی وقت خوانده میشه و چی فضیلت داره؟ فضیلتش حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگه مرا دوستم وصیت کرد، تحفه داد برام که من او را هرگز ترک نمی کنم و هرگز فراموش نمی کنم. و او تحفه چی هست؟ 3 چیز گفت برام. من گفت اولی که در هر ماه من 3 روز روزه را بگیرم. دومی که در 2:30 بجه کنم نماز چاشت است یا نماز ضحی هست، 10، 2:30، 9:30 از اینجا شروع است که من نماز ضحی را بخوانم 4 رکعت، کمترینش 4 رکعت. میشه کسی اگر زیاد هم بخوانه مشکل نداره. و آخرین چیزی که ابو هریره رضی الله عنه میگه که دوستم بر من توصیه کرد، او عمل ای بود که من نماز وتر بخوانم باز خواب شم. 4مین نفلی که در رمضان ما باید بر از او متوجه باشیم و از پیش ما قضا نشوه، او نماز اوابین است. چی وقت خوانده میشه و چی فضیلت داره؟ بعد از اینکه نماز شام خواندیم 6 رکعت نماز اوابین است. و فضیلتش چقدر است؟ در یک حدیث میاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که نماز شام بخوانه و بعد از او 6 رکعت نماز اوابین بخوانه، الله متعال ثواب 12 سال عبادت برش نصیب میکنه. چقدر فضیلت است. اگر ما در 11 ماه نتونستیم خواندن مصروف بودیم، حتی اقل در رمضان خمیر بخوانیم. ما به هر چیز وقت داریم اما به عبادت خود وقت نداریم. و آخرین نفل و بهترین نفل که تنها و تنها در رمضان خوانده میشه که سنت هم است، او تراویح است. پیشترم یادآوری کردم که چقدر زیاد فضیلت داره. شما یک نکته را اینجا متوجه شوین. 20 رکعت که ما میخوانیم، 20 رکعت دایی 40 دانه سجده هست. 40 سجده در 20 رکعت و هر سجدهش قرب الهی، رضایت الهی، خوشنودی پروردگار به دست ما میآید. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم فرموده من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که قیام اللیل کرد در رمضان که همین تراویح است، الله متعال تمام گناهان گذشتهش میبخشه. و این تراویح تنها در 1 ماه است. چرا این ما باید از دست بدیم؟ و چقدر فواید داره، هم طبی، هم جسمی و هم اخروی، هم دینی، هم ببین وقتی که انسان در تراویح میره معمولا در روز ختم قرآن است، شنیدن قرآن خودش ثواب است. و این هر سجده که میکنی با الله تو را وصل میکنه، با الله تو را نزدیک میکنه. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرموده که بهترین مکانی که یا بهترین جایی که انسان به الله نزدیک می باشه او سجده هست. پس برادرای عزیزم کوشش بکنیم که این نوافل را ترک نکنیم. اگر در 1 ماه این نوافل را ما با پایبندی انجام دادیم، انشالله در طول سال هم الله برای ما توفیق نصیب میکنه که این نوافل را انجام بدیم. و در اخیر یک پیام دارم.
و او پیام هم به هم مسلکای خودم است، کسایی که قرای عزیز است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارشان میفرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن میآموزه و به دیگران میآموزه. برادرای عزیز، ما خودم به اینمی گوشایم شنیدم 2 برادر در چاری برکی دین روز پیشین ما مادر استاد کردم و به نماز پیشین وقت نماز پورا بود، نزدیک بود. 2 برادر ما موضوع میگرفتم و اونا موضوع میگرفتن. همراه خود یکیش به بودگیش میگه که ما خود دین شو تراوی رفتم دیگه تا آخره نمیرم. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه قدر طولانی میخوانن، این قدر سخت تمام شد سرم، من خود مکمل روز در کار میباشم. و دیگهش میگه که ما باز جایی بودم که خودم شنیده بمیره، جایی بودم که رکوع و سجدهش آنقدر طولانی بود که به حد و به اندازه. چرا ما تراویح کمر شکن میخوانیم؟ چرا ما تراویح زانو شکن میخوانیم؟ چرا تراویح و عبادت ما قسم باشه که مردم حتی از عبادت دلشان سرد شود؟ کوشش بکنیم یک چیز متوسط اختیار بکنیم. این تراویح و این نماز ما به خاطر رضایت الله است، نه به خاطر از این که مردم دو خسته شود و مردم بگوید که ما نمیم دیگه در عبادت. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.